يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، ای آن کسانی که ایمان دارین. یعنی ایمان از شما تقاضا میکنه که کتب علیکم الصیام، فرض شده و بالای شما، لازمی شده و ضروری شده و بالای شما روزه گرفتن ماه رمضان. کما کتب علی الذین من قبلکم، مثل که با امتهای سابقه هم فرض شده بود. یعنی تنها به این امت نیست، در همه امتها روزه و رمضان بوده. لعلکم تتقون، تا اینکه شما متقی شوین. یعنی هدف از فرضیت روزه ایجاد تقوا، پرهیزگاری، دور شدن از گناه ها و معاصی، رذایل اخلاقی، و هدف از تقوا انجام فرایض، واجب و مسئولیت ها، سنن و مستحبات، نزدیک شدن به الله متعال است. یعنی به این خاطر که متقی شوین. اگر کسی ماه رمضان بگیره و تقوا در وجودش پیدا نشه، واقعا هدف روزه را به دست ناورده، هدف صیام به دست نامدگی است. ایام معدودات، یک چند روز شمار کرده شده است. یعنی این فرصت از دست نتین. و این قدر عظمت داره که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ماه رمضان ماهی است که قرآن در این نازل شده. یعنی آغاز شروع قرآن در این ماه است. هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. رسول الله صلی الله علیه و سلم این ماه رمضان به یک صورت خاص استقبال میکرد. یعنی توجه خاص برش میکرد. مثل باقی ماها برخورد پیامبر با این ماه مثل دیگه ماها نبوده، بلکه یک مرتبه خاص بر ازی میداد پیامبر، و به نزد صحابه هم بسیار یک مرتبه خاص داشت ماه رمضان. رسول الله صلی الله علیه و سلم امت مسلمانان را بشارت میداد با آمدن رمضان و فضایلش بیان میکرد که مسلمانان در این ماه بعض اعمال خاص انجام بدن، که از او جمله می فرمود که اتاکم شهر رمضان. پیامبر می گفت که آمدگی شما را ماه رمضان شهر مبارکون، ماهی است که در این برکات است. برکت یعنی بسیار خیر است، بسیار منافع است، بسیار ثواب هاست، بسیار رحمت های الله است که نازل میشه. فرض الله علیکم صیامه، فرض کرده الله به بالای شما مؤمنین روزه گرفتن این ماه را. تفتح فیه ابواب الجنه، باز می شود در این ماه دروازه های جنت. از این فهمیده میشه که جنت وجود داره. یگام تا سوال میکنه که جنت فعلا است یا نه. عقیده پیامبر و صحابه می بود که جنت از قبل الله پیدا کردگی است و می خاطر میگه دروازه های جنت باز میشه. یه حدیث در بخاری، مسلم، کتابای سنن در مختلف روایت آمدگی است. یعنی به خاطر نیکوکارا، روزدارا، عبادت کننده و ذاکرین و کسایی که بسیار جد و جهد میکنن دروازه های جنت باز میشه. و تغلق فی ابواب الجحیم، دروازه های جهنم بسته میشود در این ماه. یعنی الله توجهش است که هر انسان باید توبه کنه. اگر کافر است ایمان بیاره، اگر فاسق است گناه خود ترک کنه و اعمال خود اصلاح کند. و تغل فی مردة الشیاطین، یا مردة الشیاطین، و در زنجیرهای بسیار محکم کلان کلان بسته می شود شیطانای سرکش. یعنی شیطان چند نوع است، یکی مرده است، یکی غیر مرده. مرده موی که بسیار سرکشه، بسیار انسانها را گمراه میکنه، اونا در زنجیرها بسته میشه که اعمال شیاطین کم باشه و فضائل و اعمال صالح و نیکی ها در رمضان زیاد شود.
دیگه شیطان ها می باشه اما سرکش هایش بسته میشه. و فیه لیلة، پیامبر گفت که در این ماه یک شب است، هی خیر من 1000 شهر، کی شب بهتر است ثواب عبادتش از 1000 ماه کرده، از 1000 ماه. مثل که در سورت قدر الله میگه لیلة القدر خیر من 1000 شهر، عبادت کردن در شب قدر از 1000 ماه عبادت دیگه کرده بهتر است، که حتی بیش از 83 سال میشه. من حرم خیرها فقط حرم، هر کسی که محروم شد از خیر از این شب و از خیر این ماه، یقینا محروم شده از همه خیرها. یعنی مسلمان باید خیر و ثواب و برتری و مرتبه این ماه را و این شب از دست نده، زیرا این دیگه بسیار محروم است. یعنی جای تأسف است برای ازی. یعنی سعی کنین که پیامبر صلی الله علیه و سلم مسلمانان را متوجه می ساخت که این ماه مثل دیگه ماه ها نیست، در این توجه خاص بکار است. آنچه که دلالت میکرد در مقام ازی دیگه ای است که صحابه بسیار متوجه جدی می بودن به عبادت از این ماه. از الله میگه دعا میکردن. بعض سلف صالح روایت میکنه میگه دعا میکردن 6 ماه که اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، یا الله ما را در رمضان برسان. یعنی عبادت رمضان بکنیم پیش از او جان ما را نگیری یا صحت ما را از بین نبری، مشکلات با ما ایجاد نکنی. یعنی 6 ماه دعا میکردن. با 6 ماه دیگه دعا میکردن که الله عبادت ما را قبول کده این ماه. چقدر که عبادت ها بسیار دیگه آمادگی ها میگرفتن. و استقبال به دعا، یعنی از دعا شروع میکردن، زیرا دعا که است، دعا هو العباده، اصل عبادت بسیار دیگه یک نقطه اساسی عبادت است. و در حالی که همه انسانیت الله بر عبادت پیدا کرده، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و دعا دیگه بسیار عبادت بزرگ است. دعا میکردن به الله، تضرع میکردن، خصوصا در ماه رمضان که ماهی است که دروازه جنت، دیگه حدیث میگه تفتح ابواب الرحمه، دروازه رحمت الله باز است و شیاطین سرکش بسته شدگی است. اینا دعا کردن. چقدر ما شما مشکلات داریم دوستا، باید دعا را زیاد کنیم. حتمی الله دعای مسلمان قبول میکنه در این ماه، حتمی است. ای که زودتر یا چی مشکلات ما شما مشکلات فردی داریم، مشکلات معاصی و مشکلات مصیبت ها و مرض و مشکلات خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و کل امت، کل جهان اسلام در یک مصیبت کلان گرفتار است. حتی جهان کفر هم الله در عذاب ها گرفتار کرده. که یعنی اگر گناه شود اینقدر مشکل زیاد میشه که هیچ کس به امن نمی باشه. باید که اول کسایی که سبب فتنه ها و سبب عذاب های الله شده، اول کافر ظالم است، الله اینا را دعا کنیم که اگر کسایش که قابل هدایت است هدایتشان کنه، و اگر نیست الله به زودترین وقت اینا را هلاک و تباه و برباد کنه و مؤمنین صالح را شر از اینا خلاص کنه، زمین از فساد از اینا، از ظلم از اینا، تجاوز از اینا نجات بده. و ما شما را در این مشکلاتی که حتی اگه عبادت خود درست کرده نمیتونیم، 5 وقت جماعت آمده نمیتونیم، از دست مصیبت ها و بی امنی، جنگ و جنجال و آدم کشی و اختطاف و سرقت و دزدی و این همش جنایت هاست. و هم که در یک جامعه که اکثرش مسلمان است در اونجا وجود داره، از این چیزا ما شما را نجات بده. دعا قبول میشه بسیار با تضرع، بسیار با عاجزی. امو شرایط دعا را که اجتناب از حرام است، اجتناب از گناه است، اصلاح عقیده است، اخلاص است، این را در وجود خود پیدا کنیم. بعد از او بسیار با تواضع بار بار عشق بریزانیم، شب و روز و ناامید نشیم. کل ما حتمی دعا قبول میشه. ماهی است که از فضایلش ماه روزه است، ماه تهجد از پیش ما نره، شب خیزی، ماه صبر که مشکلات میاد در روزه گرفتن، در عبادات، در قیام،
یعنی قیام که میکنیم نه ما و شما این شهر، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی روزه رمضان بگیره به خاطر ایمان، یعنی عقیده و اخلاص و به خاطر طلب ثواب، دیگه هدف نداشته باشد، به این خاطر نگیره که باش شکر ما کنترل شوه و چربی خون کم شوه، این گپانه. غفر له بخشیده میشد برای ازی ما تقدم من ذنبی، تمام گناهایی را که انجام دادگیست قبلا. و من قام رمضان، و کسی که رمضان قیام بکند، قیام تراویح رمضان، قیام اللیل، ایرا غفر له ما تقدم من ذنبی، الله گناهش محو میکنه. ده هیچ غفلت نکنیم، سستی نکنیم، همت خدا، قوت خدا، توانایی خدا باید بالا ببریم.